سلام دوستان، من ارشد کبر هستم و الان میخوام بهتون یاد بدم که چجور میتوانید در گوشی بازی های مختلف از گوگل پلی دانلود کنید. دوستان الان ما میاییم به پلی استور من و ببینید در اینجا گیم داره، اپس داره، سرچ داره. ما میایم به اینجا گیم رو میزنیم. ببینید اینجا گیم های مختلف رو داره. میبینید مثلا من میخوام گیم این گیم رو دانلود کنم. مثلا بذار سم میکنم. من وی پی ان رو خاموش کنم. بچه من از وی پی ان پازل استفاده میکنم که برای من خیلی وی پی ان قشنگه و کار میکنه. من اینجا فورس استاپ رو میزنم و اوکی رو میزنم و این استاپ شد و بعد برمیگردم گوگل پلی و همان رو میزنم. ببینید نوشته 160 کجا رفت؟ 163 مگابایت. ببینید و گفته که 100 میلیون نفر هم دانلود دارن. بگذاریم این رو میزنیم. هم کال آف دویتی رو دانلود کنم. بچه اینجا نور میفته، نمیتونم. ببینید من میخوام کال آف دویتی رو دانلود کنم. بچه بعضا کال آف در اینجا نشان داده نمیشه. من بنویسم ببینم که اینو بنویسید کال آف دویتی وارزم. ببینید گفته که شما اشکال نداره. میایم اینجا، راهش هم وجود داره. میایم مارکت و بعد در مارکت میایم اینجا و سرچ کنیم کال آف دویتی که اینجا گفته که برای من وجود داره. که اگر من اجرا رو بزنم ببینید که خیلی راحت. من نور صفحه‌ام رو روشن کنم که شما بتونید ببینید. بله خوب شد. ببینید گرافیک رو الان گوشی من ببینید که داره اجرا میکنه و هیچ مشکلی هم وجود نداره. که ببینید اینجا گفته که دانلود میکنم این سازش و باید گوشیش نتون بکشه این رو، یعنی نکشه نمیشه. که الان ببینید اینجا خودش گفته که داره 14 مگابایت دانلود میکنه و 3 مگابایتش الان چون که من با 4G وصل شدم خیلی راحت میتونه دانلود کنه. اگر اینو هم بکشیم میبینیم. اگر گوشی سامسونگ دارید یه کاری رو میتونه انجام بدید. ببین اگر گوشی سامسونگ دارید گیم ها بهتون نشان داده نمیشه و باید گیم ها رو چجور نشان داده میاد. بیاید و گیمینگ هاب رو بزنید که گیمینگ هاب رو میزنم اینجا و در گیمینگ هاب اینجا اینا رو نشان داده میکنه گیم ها رو. ولی اگر بخواهید نشان داده بشه میایین به این سلکتر رو میزنید و ستینگ رو میزنید و بعد که اینجا همه شو گیم ها اپس رو میزنید و این گیم ها اند هوم اند اپ اسکرین رو میزنید. اینو اگر بزنید در هوم اسکرین شما نشان داده میشه ولی من نمیزنم چون که احتیاج ندارم. خداحافظ بچه ها. این هم ویدیویی و آموزش دانلود به بازی های از پلی استور بود و کال آف دیوتی رو بهتون نشون دادم که چجوری بازی کنید. الان من دانلود کردم در گوشیم. فقط یه چیز رو باید بگم که کال آف دیوتی یک بازی سنگینیه و باید حتما رم گوشیتون 6 باشه و حافظه داخلی گوشتون باید 256 گیگابایت حداقل باشه یا هم 128 باشه. چون که این بازی خودش دادن 10 گیگ فایل دانلود میکنه، یعنی 2 گیگ در مارکت نوشته وقتی که شما میدونید اجرا کنید 10 گیگ بازی 10 گیگ هم سورس ها رو از سرورش دانلود میکنه
وقتی که دانلود کرده 10 گیگ خورده ای حافظتون رو میگیره و اصلا 64 و 32 باشه گوش نسنید رو نگیرید. اگر رم گوشت 6 گیگابایت از 6 گیگابایت کم باشه اصلا نرید این سراغ این، چون خیلی کند میشه و اصلا نمیتونید بازی بکنید و باید گوشیتون هم یه ذره بروز باشه و بتونید بازی کنید. من الان با گوشی میبینید که اینجا سامسونگ A51 هست و مثلا این گوشی خودش ضعیفه فقط چون که رمش 6 گیگ هستش و حافظش هم داره. من میتونم خوب این بازی رو دانلود و اجرا کنم در این گوشی. و بعد این ویدیو هم به شما نشان میدم که لیمبو ایکسش داشتش یه دونه اپ داره که با اون چجوری روی گوشتون ویندوز نصب کنید. اون رو هم یا امروز آپلود میکنم یا هم فردا آپلود میکنم که اون رو هم بگم. و ممنون که این ویدیو رو نگاه کردید. سابسکرایب کنید و زنگوله برشم بدن و لایک کنید ویدیو رو اگر میکرد از من دوستان حمایت کنید. و در نظر سنجم گذاشتم که یک نظر سنجی گذاشتم من در کامیونیتی ها، در اونجا هم اعلام کنید که میخواید کالف بازی کنم یا ای فوتبال بازی کنم، کدومش رو دوست دارید و روی در کامنت ها هم بنویسید که چجور محتواهایی درست کنید که بسازم یا دوستم بسازه.